خدمات اجرای جزای قرقیزستان تصدیق کرد که عبدالدایف ارستانبک معروف با نام ارستان علای که خود را خدای نو و نجات بخش انسانیت اعلام کرده بود، صبح 5 ینور سال 2024 در محبس رقم 31 خودکشی کرده است. جسد او را صبح جمعه تقریبا ساعت 5:15 از حلقه دار بیرون کشیدند. ارستان علای را که از 13 دکبر سال 2023 در حبس قرار داشت، روز 28 دکبر با توصیه طبیب روانشناس از سزای رقم 1 به محبس رقم 31 انتقال داده بودند. طبیب خلاصه داده است که خدای نو گرفتار بیماری روحی و گلوسیناسیون است. بنا به اطلاع خدمات اجرای جزا، در محبس رقم 31 ارستان علای از درد قلب و سر و معده، خستگی و شنیدن هر گونه صدا شکایت میکرد. تشخیص پیشکی بیماری او را همچون نوع نامشخص بیماری روحی، بیماری قلب و بیماری بلند فشار خون معین کرد و جهت ضرورت تشخیص کامل وضع سلامتی او خلاصه داده بود. صبح 5 ینور تقریبا ساعت 4:20 عبدالدایف به آشخانه محبس در آمده ساعت 5:15 جسد او را در حالت آویختن پیدا کردند. تشخیص پیشکی جسد در بدن او یگان جراحات دیگر پیدا نکرده است. برای معاین کردن علت دقیق مرگ، اکسپرتیز دادگاهی و طبی تعیین کرده شده. اجرای آن به مرکز جمهوری اکسپرتیزهای دادگاهی و طبی در بشکک سپرده شده است. و اما ادوکات ارستان علای قیسن اکبروف اصرار داشت که عملهای غیر قانونی مقامات حفظ حقوق و دادگاه سبب خودکشی او شده است. ادوکات از جمله از آن شکایت دارد که او را حتی درباره از سزا به محبس گذراندن نفر تحت حمایتش خبردار نکردند. اکبروف از دادستانی کل قرقیزستان خواست که گناهکاران را به جزا کشانند. کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان ماه گذشته خبر داد که در چارچوب تفتیش پرونده برانگیختن نزاع دینی و با مقصد اندیشیدن چاره‌های بی تأخیر برای سالم گردانیدن محیط دینی در کشور، زاده ولایت نورین عبدالدایف ارستانبک سال تولدش 1968 معروف با نام ارستان علای دستگیر شده است. عبدالدایف روز 13 دکبر سال 2023 غیب زد و تنها بعد 2 روز معلوم شد که او از سوی ماموران کمیته دولتی امنیت ملی دستگیر شده است. بنا به اطلاع رسمی کمیته امنیت ملی، سبب کشادن پرونده به ضد او کتاب‌هایش و همچنین بیانیه‌هایش در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی شد که در آنها علامت‌های دعوت به برانگیختن نزاع دینی و بین دین‌ها و جدا کردن شهروندان از نگاه منسوبیت دینی دیده می شود. او خود را خدای نو نجات بخش می شمارد و دین و مذهب و باوری‌های دیگر را باوری‌های خرافاتی، ناقص، ضعیف و بی‌اساس شمرده به آنها بهای منفی می‌دهد. تاکید شده است در اطلاع کمیته امنیت ملی. این آدم چنین گفته است که اکثر پیروان ارستان علای دختران بودند که تحت تاثیر عقیده‌های او قرار گرفته عقیده‌های خود را عوض می‌کردند که این باعث نزاع و جدایی در داخل خانواده او می‌گردد.